السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الجميلات، أتمنى أن نكون بخير وعافية إن شاء الله. طيب إن شاء الله امروز با حواری که دو شاگرد آماده کردند با حوار إن شاء الله آغاز میکنیم. تفضل إن شاء الله سر کنید. الحوار في السوق، مکالمه در بازار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يمكنني مساعدتك؟ با شما چه خدمت کرده میتوانم؟ هل لديك خضروات طازجة؟ آیا شما سبزیجات تر و تازه دارید؟ نعم، لدي الكثير من الخضروات الطازجات مثل الطماطم والخيار وأيضا الباذنجان. بله، من بسیار سبزیجات تر و تازه از قبیل پمیدار، بادرنگ و اینچنین باذنجان دارم. أريد كيلو غراما من الطماطم و کیلو غراما من الخيار. من 1 کیلوگرم پمیدار و 1 کیلوگرم بادرنگ میخواهم. تمام، تفضلي الطماطم والخيار. هل تريدين شيئا الآخر؟ آیا خوب، مرحمت، پمیدار و بادرنگ. آیا شما چیزی دیگر میخواهید؟ نعم، أريد كيلو غراما من الموز و کیلو غراما من التفاح. بله، من 1 کیلوگرم بنان و 1 کیلوگرم سیب میخواهم. تمام، تفضلي الموز والتفاح. خوب، مرحمت، بنان و سیب. كم ثماني؟ حساب من چند پول شد؟ 20 ثمانية، 20 ثمانية. تفضل النقود، مرحمت، پول نقد. تفضلي باقي النقود، مرحمت، بقیه پول. شكرا لك، جزاك الله خيرا. رحمت، الله جزای خیرت دهد. على الركب والساعة، بارك الله فيك. نمیارزد، الله برکت دهد. إلى اللقاء، تا بازدید. إلى اللقاء، تا بازدید. ماشاءالله ماشاءالله، بهترین مکالمه بود. این گونه مکالمه ها بهترین هست انشالله، این گونه حوارها، از سببی که در مورد یک موضوع خاص می باشد و بهترین تلفظ کردید و واضح ترجمه کردید. این مکالمه در مورد بازار بود، خریداری از بازار. کوشش میکنیم که در حوارهای آینده اگر توانیم همین حوارها رو در اکران هم نشان میدهیم، نوشته ها رو، تا اینکه شما از طریق دیدن هم توانید که بفهمید که چی کلمه ها در اینجا تلفظ میشوند. الله شما راضی باشد و انشالله بعد از درس یا حالا اگر توانستید حوار خود را روان کنید که دیگران بعد در وقت خود دیده توانند. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و اتم التسلیم على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله با مشق گذشته آغاز میکنیم و پس از مشق سبق قبلی ادامه میدهیم به درس نو. این بود واجبات درس قبلی. شما باید این کلمه های زیرین رو در قسم درست، در قسمت درستش میگذاشتید. اما ان شاء الله آغاز میکنیم با جواب های درس امروزه و هر سوالی که داشتید بعد میتوانید که سوال کنید ان شاء الله. اکنون به درس نو آغاز میکنیم. پیش از آن که به درس نو آغاز کنیم در اینجا نظر کنید شاگردانی که ثبت رو گوش میکنند. این بود جواب هایی که شاگردان دادند که کمی نوشته هایش خیره هست اما ان شاء الله که خونده میتوانید. در اینجا ما داریم خرج، برآمدن، اقرایی، تو یک زن بخون، ستقرا، به قریبی، در زمان آینده تو میخونی یا او یک زن میخواند. کتبت، از سببی الساکنه، این الفعل الماضی هست. درس، درس خوند، در زمان گذشته. تمام اینها یعنی مقصد همین است که فعل ها هستند. اینها اسم ها هستند از سببی که علامت های اسم ها را دارند و این چنین معنا در خود دارند و به زمان پیوسته نیستند. و دیگر تمام باقی مانده کلمه ها رو که میبینید کلمه های خرد، اینها حرف ها می باشند.
به هر حال میگذاریم به درسی نو امروزه. خب شاگردان عزیز، الکی نیم ساعتی درسی امروزه ما گذشته است و امروز به یک بخشی نو میگذاریم. من راستیش میخواستم که با شما درسی 4، 5، 6 و 7 رو روان کنم در یک PDF، اما کمی وقت نبود. از این سبب درس امروزه رو روان کردم. کوشش میکنم که امروز یا فردا دوباره PDF رو روان کنم که در آن 4 درس باشد، از سببی که این 4 درس آینده، یعنی درس 4، 5، 6 و 7 به یک بخش، به یک مضمون تعلق دارد. برای همین است که انشاءالله امروز ما یکم خیلی تمرین نمی کنیم، درسی آینده ده تمرین می کنیم، از سببی که درسی 4 و 5 به هم دیگر تعلق دارند. باید که تمام موادهای این دو درس رو فهمید پیش از به تمرین گذاشتن. البته من می توانستم که هر دو این درس رو در یک درس بدهم، اما برای شما خیلی زیاد می شد، از این سبب جدا کردم. در 3 درس قبلی، در درس 1، 2 و 3 ما از بخش علامت ها گذشته بودیم، علامت های اسم ها، فعل ها و حرف ها. من امید دارم که شما تمام این علامت ها رو خوب از خود کرده باشید. بعضی نکته ها رو اگر نفهمیده باشید باکی ندارد، از سببی که هر درس بعدی باید برای شما واضح تر کند درس قبلی را. اکنون انشاءالله درس 4، 5، 6 و 7 4 درسی آینده یا 4 درسی بعدی به بخش البنا و الاعراب تعلق می داشته باشد، در مورد بنا و اعراب که انشاءالله ما یاد میگیریم که اینها چی هستند، و مخصوصا درس 4 و 5 به بخش مبنی ها، کلمه هایی که مبنی هستند تعلق دارد. و من این ترتیب مؤلف رو خیلی یعنی به من پسند هست، از سببی که وقتی که شاگرد اول علامت ها رو می آموزد و بعدا بنا و اعراب رو می آموزد یا معرب و مبنی رو می آموزد، تمام بخش های آینده برایش آسان می شود. و وقتی که به مبتدا، به خبر، به این چیزها که می گذرد، به یعنی تثنیه و جمع و غیره، تمام این نقطه های خردی که لازم هست برای اون بخش ها رو فهمیدن، الکی شاگرد بلد هست. از این سبب انشاءالله آغاز میکنیم از صحیفه 15 البنا و الاعراب. اولا البنا. مؤلف میگوید که بنا چیست؟ هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغیر اعتلال. خیلی یک تعریفی آسانی رو پیش کرده است، تنها این قسمت آخرش کمی شاید برای شما نفهمو باشد، اما این تعریف به این وابسته نیست، یعنی که این یگان شرطی مهمی این تعریف نیست، این قسمت مهمی این تعریف نیست. به هر حال میگوید که بنا چی رو گفته می شود؟ بنا آن است که آخر کلمه در یک حالت استوار میماند، یا استوار ماندن یک کلمه در یک حالت اعرابی و تغییر نکردن، این رو بنا گفته می شود، به غیر از کلمه های معتل. لغیر اعتلال، من این رو واضح تر ترجمه کردم، به غیر از کلمه های معتل. یعنی که اگر این رو نفهمیده باشید من کمی پس می روم و برای شما یک کمی گویم که مقدمه می دهم یا توضیح می دهم. در زبان عربی اگر اولین بار باشد برای آموختن گراماتیک عربی و زبان عربی، شاید ندانید، اما کسانی که قبلا دیگر کتاب ها رو خوانده باشند آنها میدانند که در زبان عربی کلمه ها و حرکت های کلمه ها تغییر میکنند وابسته به عامل هایی که در جمله هستند یا وابسته به عمل خودی همون کلمه ها، وظیفه خودی همون کلمه ها در جمله. آخران حرکتی کلمه ها تغییر میکند، همه کلمه ها نه، اما اکثر کلمه ها وابسته به این که در کجای جمله هستند، چی وظیفه رو پیش میبرند یا چی وظیفه رو میبازند، و این چونین چی عامل ها دارند که به آنها تأثیر میکنند، وابسته به تمام این نقطه ها حرکت آخرانی این کلمه ها عموما تغییر میکنند. برای همین است که شما بعضا میبینید، یک مثال عادی رو میگیریم، کلمه کتابون، بعضا میبینید کتابون، کتابن، کتابین، قلمون، قلمن، قلمین. و از همین سبب هست که زبان عربی دشواری دارد، از همین سبب هست که گراماتیک عربی خیلی سخت هست. اگر کلمه ها همه وقت در یک حالت می ایستادند،
مشکل نمیشد، یگان مشکلی و دشواری پیش نمی آمد. اما از سبب همین تغییرات اعرابی ما دچاری یعنی مشکلات میشویم و برای ما فهمیدن و گپ زدن کمی مشکل میشود، از سببی که ما باید بفهمیم که در کدام جمله در کدام حالت ما باید اعرابی رفع رو استفاده کنیم، یعنی ضمه رو استفاده کنیم یا ضمتین، فتحتین، کسرتین و غیره. پس این بود کمی برای شما من آشنا ساختم زبان عربی رو که زبان عربی کلمه هایش تغییر میکند، اکثر کلمه هایش آخرشون تغییر میکند از سببی وظیفه‌ای که در جمله میبازند و از سببی عامل هایی که بر آنها تأثیر میکنند. خب اکنون کلمه های زبان عربی چطوری که ما در درس یکم، دوم و سوم چی کردیم؟ کلمه ها رو تقسیم کردیم وابسته به علامت های آنها. گفتیم که اگر این علامت باشد اسم هست، اگر این علامت باشد فعل هست و غیره و غیره. در درس چهارم و پنجم و این چونین ششم و هفتم، اما عموما برای بینه این چهارم و پنجم هست و ششم و هفتم برای اعراب هست. درس چهارم و پنجم ما کلمه های زبان عربی رو از یک نظر دیگر نظر میکنیم، یعنی از یک گویم که از یک صفت دیگر، از یک بخش دیگر نظر میکنیم و این از این جهت هست. از کدام جهت هست؟ از جهتی که آیا کلمه ها آخرشون تغییر میکنند یا اینکه نه. بس اکثر کلمه ها و عموما در زبان عربی تمام کلمه ها آخرشون تغییر میکند وابسته به وظیفه‌ای که در جمله میبازند و وابسته به جایی که در جمله هستند، جایی که در جمله دارند. اما بعضی بخش های کلمه ها هست، بعضی قسم های کلمه ها می باشند که آنها تغییر نمی کنند و همه وقت استوار می مانند، همه وقت برقرار می مانند با یک حالت اعرابی یا اینکه با یک حالت حرکت. اگر آسان کرده گویم یعنی که حرکت هایش تغییر نمی کند، اما عموما حرکت های یگان کلمه تغییر نمی کند، تنها حرکت آخرش تغییر می کند و برای همین به جایی که من حرکت گویم اعراب می گویم. اعراب یعنی که حرکتی آخری کلمه ها و انشالله با مثال ها واضح می گردد. اما بخش یکم آن کلمه هایی هست که همه وقت استوار می مانند، همه وقت یعنی به یک حالت اعرابی می باشند، هیچ وقت تغییر نمی کنند. و در اینجا مؤلف تنها یک بخش کلمه ها رو استثناء می کند که آنها هم تغییر نمی کنند، اما از سبب بینا نیست بلکه از سبب معطل بودن هست. معطل را حالا شما نمی فهمید، مشکل از فهموندنش و فهمیدنش، از سببی که من باید اول برای شما کلمه ها رو و فعل ها رو تقسیم کنم به صحیح و بعدا فهمونم که صحیح چیز و محموز چیز و معطل چیز. و معطل حداقل 4 اقسام دارد، مثال، اجوف، ناقص، لفیف و این در بخش صرف داخل می شود. حداقل باید انسان از صرف ابتدایی آگاه باشد که سال آینده اول صرف ابتدایی میکنیم و بعدا یک کتابی مستقلانه و یک کتابی رسمی. اما این قسمت رو اگر نفهمید خودش مؤلف کمی میفهماند بعدا. همین قدر بفهمید در نقطه اول که بینه آن حالتی کلمه هایی رو گفته می شود که بر یک اعراب، بر یک حرکتی آخران استوار میمانند و فرق نمی کند که در کجای جمله هستند و چی عامل ها در قفا و پیش آنها هست. آنها هیچ وقت اعرابی آنها هیچ وقت تغییر نمی کند. در اینجا می گوید نحو لزوم هؤلاء الکسره تقول، به مانند کلمه هؤلائی. هؤلائی یعنی اینها. خب اینها. و اکنون نظر میکنیم 3 مثال رو پیش میکند مؤلف و گرچند که در این 3 مثال دیگر کلمه ها باید که تغییر کنند، اعرابشون باید که تغییر کند، اما این کلمه اعرابش تغییر نمی کند. و من برای شما فهموندم که اعراب یعنی چی؟ یعنی حرکتی آخران کلمه. خب حضر هؤلائی، حاضر شد اینها، حاضر شدند اینها یا اینها حاضر شدند می توانید گوید. در اینجا اصلا هؤلائی خود مؤلف هم میفهماند اسم اشارت مبنی على الكسر في محل رفع فاعل. میگوید که هؤلائی اسم اشاره هست، چطوری که من گفتم جمع هست به معنای اینها.
اسم اشاره هست و این اسم اشاره بر کسر، یعنی که بر کسر داشتن بنا شده هست، یعنی استوار هست، در محل رفع فاعل هست. چی معنا؟ اولا بیایید که این قسمت رو بفهمید. مبنیون علی الکسر، که این خیلی آسان هست، درس ما در مورد همین هست. آخر هؤلائی ما میگوییم که اولا همین اسم چگونه یک اسم هست، میگوییم که این اسم اشاره هست، برای اشاره کردن. هذا، هذانی، هؤلائی، هذه، هاتانی، هاتینی هم هست البته، هؤلائی، و بعدا هست ذلك، ذانک، ذینک، اولئک، و تلک، تانک، تینک، دیگر همین، یعنی برای قریب و برای بعید تمام این بخش اسم های اشاره برای شما پیش کرده می شود. اما همین قدر می دانیم که این اسم اشاره هست. خب اول نام این رو می گویم که این اسم اشاره هست، بعدا می گویم که این مبنی هست بالای کسر یا مبنی هست بر کسر. کسر اشاره به کسره هست، یعنی که حالت اعرابی آخران حرف این بر حرکت کسر یعنی کسره برقرار و استوار میماند، هیچ وقت تغییر نمی کند. گرچنده که این در کدام محل هست، یعنی که در مکانی چگونه هست، در یک مکانی هست، در یک محلی هست، در محل رفع هست. فی محل رفع معنا داره در مکان یا اینکه در جای رفع هست، در یک مکانی جمله هست، در جای جمله هست، که این اصلا باید که در حالت رفع باشد. یعنی که از سببی که فاعل هست، هر عمل کننده، چطوری که من برای شما یک مثال آسان رو پیش کرده بودم قبلا که گفته بودم که اگر ما گویم جاء، آمد، خالدون، ما باید خالدون گویم از سببی که خالد آمد که میگویم انجام دهنده عمل، انجام دهنده فعل یا عمل کننده خالد هست و هر عمل کننده در حالت رفع می باشد، در حالت اعرابی رفع، یعنی که باید ضمتین داشته باشد. برای همین ما میگویم خالدون، نه اینکه خالدن یا دین. این در مکانی رفع هست و در این جمله چی حساب می شود؟ فاعل. فاعل یعنی عمل کننده یا اینکه انجام دهنده عمل. کی آمد؟ اینها آمدند. پس این مثالی چیست؟ مثالی مبنی علی الکسر، استوار بر کسر هست. اگر این دیگر قسمت هایش رو نفهمیدین، هدف این صحیفه این دیگر قسمت هایش نیست، تنها همین مبنی بر کسر هست که این استوار مون بر کسر. نگفتیم جاء هؤلاء، گرچنده که شاید نوع آموزی که اگر نداند که این مبنی هست شاید همین گونه گوید که خوب در اینجا یک قاعده هست که هر فاعل باید که در حالتی رفع باشد، پس من باید بگویم که حضر هؤلاء، اما این نادرست هست، باید که حضر هؤلاء گفته شود برای که این مبنی علی الکسر هست. دویم مثال رو نظر کنید، رأیت هؤلاء، در اینجا هم هؤلاء شد و مؤلف میفهماند میگوید که در اینجا هؤلاء اسم اشارت مبنی علی الکسر فی محل نصب مفعول به. در اینجا کلمه هؤلاء اسم اشاره است، باز نامی همین اسم رو میگذاریم یا ذکر میکنیم و بعدا میگوییم که اینجا مبنی بر کسر هست، بر کسر، همه وقت مبنی بر کسر هست. در مکانی چگونه هست، در چگونه یک مکان هست در جمله، در چگونه مکانی اعرابی هست، در کدام محل اعرابی هست، در محل نصب هست. یعنی که در اینجا از سببی که مفعول به هست، پرکننده که میگویند در زبان تاجیکی، یا اینکه آن چیزی که یا آن کسی که عمل رو قبول میکند، یعنی که بر او عمل کرده میشود. تأثیر عمل، کسی که عمل رو انجام میدهد بر او تأثیر میکند، عمل کننده. در اینجا رأیت هؤلاء، من دیدم اینها رو. پس در اینجا فعل کدام هست؟ دیدن، در زمانی گذشته دیدم و این عمل رو کی انجام میدهد؟ تو یعنی که من، رأیتو، من دیدم اینها رو. پس کی دیده می شود؟ در اینجا سوال پیش میکنیم کی رو دیدی یا کی رو من دیدم؟ اینها رو. پس این پرکننده یا اینکه گیرنده عمل هست، در این یعنی عمل به اینها میرسد، اینها رو دیده می شود. پس کسی که یا چیزی که مفعول به باشد، یعنی که با او عمل انجام داده می شود، همین مفعول به هم معنای لغویش چیست؟ عمل با او کرده می شود. مثلا اگر یک مثال آسان‌تر بدیم که نصر خالدون محمدن، خالد محمد را کمک کرد. پس در اینجا نصر فعل شد، محمد خالدون عمل کننده شد، چون که کی کمک میکند؟ خالد. و کی را کمک میکند؟ محمد را.
پس هر کلمه‌ای که مفعول بهی شد باید در حالت نصب باشد، باید که فتحتان بگیرد. پس در اینجا هم شاید که نوآموز گمان کند که از سببی که این مفعول بهی هست من باید گویم هؤلاء، اما این گونه باید نگوید از سببی که این کلمه مبنی هست. خب پس ما میگویم مبنی علی الکسر در مکانی در محلی نصب و این چیست در این جمله مفعول بهی از جهت ترکیبی. انشاءالله در پس از یک چند درس اگر ترکیب کردیم همین گونه باید هر کلمه رو ترکیب کنید. یعنی که این چیز این اسم اشاره هست مبنی علی الکسر فی محل کذا، یعنی در این محل هست و این گونه وظیفه دارد از جهتی اعرابی از جهتی ترکیب. و در آخران مثال ببینید مررت بهؤلاء، در اینجا حرف جر آمده است و البته که حالت مبنی بودن این کلمه به وظیفه حرف جر یک معلوم می شود. شاید شما گمان کنید که این از سبب حرف جر هؤلاء شده است، یعنی که کسره گرفته است، اما نه، این از سبب حرف جر نیست، این از سبب مبنی بودنش هست. این خواه در اینجا حرف جر باشد یا نباشد در هر دوی حالت این هؤلاء استوار میماند. پس در اینجا هم مؤلف گفته است که این اسم اشاره هست مبنی علی الکسر هست، این قسمت یکم یک خیل هست با جمله های قبلی فی محل جر در محل جر هست از سببی حرف جر. خب پس ببینید که در تمام این سه جمله ها در این جمله یکم عموما اگر من این کلمه هؤلاء را بگیرم و یک کلمه را در اینجا گذارم که مبنی نباشد، گویم که یک کلمه عادی باشد که تغییر کننده باشد، تغییر کند، یعنی کلمه های عموما کلمه های عربی تغییر میکنند. مثلا کلمه خالد که من استفاده میکنم یا زید، این دو نام هست و عموما این کلمه ها تغییر میکنند. یا رجلون که معنای مرد را دارد، اگر من در اینجا بگویم که رجل، گوش کنید که چه خیلی تغییر میکند. من میگویم حضر رجلون، رأیتو رجلن، مررت برجلین، لن 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 شد، از سببی که من یک کلمه رو استفاده کردم که مبنی نیست بلکه عادی، یک کلمه هست که تغییر میکند و این گونه کلمه های عادی رو ما معرب میگویم. خب و من در اولی درس گفتم که اکثر کلمه های عربی معرب هستند، یعنی عادی هستند، تغییر میکنند وابسته به جایی که در جمله دارند، وظیفه‌ای که در جمله پورا میکنند. اما بعضی بخش‌های کلمه ها هستند که آنها همه وقت در یک حالت اعرابی استوار میمانند که این یکم چی هست؟ مثال هست. البته گروه ها یا قسم های این کلمه ها رو بعداً پیش میکنند، اما در اول همین سه مثال رو میدهد که ببینید که گرچند که این مکان تقاضا میکند یا اینکه طلب میکند که این باید در حالت رفع باشد، این باید در حالت نصب و جر باشد، باز هم در هر سه حالت های اعرابی این در یک حالت استوار مانده است. بعدا میگوید که فالمبنی ثابت علی شکل واحد، بنابراین یا پس کلمه مبنی در یک شکل استوار میماند، ثابت میماند، در یک شکل میماند. ولا يتغير وان تغيرت العوامل الداخله عليه، و هیچ وقت تغییر نمیکند حتی اگر عامل هایی که بر او داخل میشوند تغییر کنند. چطوری که شما میدونید از درس قبلی ما بعضی حرف ها رو گذاشتیم و بعضی حرف ها باید که کلمه بعدی رو چی بدهند؟ فتح بدهند، کلمه بعدی رو در حالت جر قرار دهند یا اینکه کلمه بعدی رو در حالت جزم قرار دهند و غیره و غیره. این گونه کلمه ها رو که تأثیر گذار هستند آنها رو عامل گفته می شوند. برای همین مؤلف میگوید که فرق نمی کند که عامل این کلمه ها چگونه عامل هستند، چگونه تأثیر گذار هستند، هیچ وقت این کلمه ها تغییر نمی کنند. و بعضی مثال ها رو در اینجا پیش می کند که حاجت به این مثال ها هم نیست چون که یک قسمت مستقلانه رو پیش می کند، اما می گوید به مانند هؤلاء همه وقت هؤلاء می ماند، هذا همه وقت هذا می ماند، یعنی که هیچ وقت هذو هذی نمی شود. هذه همه وقت هذه می ماند. انت که این ضمیر هست، این حرف استفهام، من، الذین، تمام اینها کلمه های یا بعضی مثال های مبنی هستند. اما مبنی خیلی زیاد اقسام دارد که بعداً میبینیم. اکنون در اینجا القاب البنا میگوید و برای ما کرچندی که ما علاقه گذاشتیم، من علاقه این کلمه ها رو استفاده کردم،
میفهماند که ما چگونه باید لقب ها را یا چگونه باید عنوان ها را برای کلمه های مبنی استفاده کنیم. اگر در آخران نزدیک میکنم، اگر آخران حرفی کلمه مبنی اگر سکون داشته باشد، ما باید این را از سکون بگوییم، یعنی مبنیون علی السکون بگوییم. به مانند من و کم. معنای اینها رو من پیش کردم، گرچنده که حالا ضروری نیست. خب فقط از جهتی چیزی که میبینید شکل این کلمه ها شما هدف مؤلف رو فهمیده میتوانید. اگر آخران حرفی کلمه فتح داشته باشد، ما میگوییم که این مبنیون علی الفتح هست. اگر آخران حرفش کسر داشته باشد، میگوییم که مبنیون علی الکسر. آخران حرفش اگر ضم داشته باشد، حیثو، منذو، ما میگوییم مبنیون علی الضم. خب این از لقب ها یا اینکه عنوان های کلمه های مبنی که باید همین گونه عنوان ها یا اینکه لقب ها رو استفاده کرد وقتی که ما نشانه میکنیم یا وقتی که ما درباره یک کلمه مبنی چی میکنیم، گپ میزنیم. بعدا در اینجا میفهماند، میگوید که فتبنى الكلمة على الحالة التي سمعت عليها عن العربي. پس کلمه میگوید که بر آن حالتی که از عرب ها شنیده شده است بنا میشود. یعنی که چگونه اگر سوال در اینجا خلق شود که چگونه ما میفهمیم که این کلمه مبنی بر چیست، بر فتح، بر کسر، بر سکون، بر کدام حرکت اگر گوییم بر کدام حالت مبنی میشود. در اینجا جواب میدهد که کلمه هایی که مبنی هستند بر همان حالت مبنی میشوند که از عرب ها از اول شنیده شده است. فإن سمعت بالسكون في آخرها كانت مبنية على السكون. میگوید که اگر با سکون شنیده شده باشد که در آخرش با سکون آمده است، پس آن مبنی بر سکون می باشد. خب بنا بر سکون در اینجا نوشته مبنی، یعنی که مبنی می باشد. اگر شنیده شود از آنها شنیده شده باشد که یک کلمه با فتحه آمده است، پس آن کلمه رو ما بر فتحه مبنی یعنی شمار میکنیم، آن بر فتحه مبنی می باشد. و اگر شنیده شده باشد که با کسره آمده است، پس آن کلمه بر کسره مبنی می باشد. و اگر شنیده شده باشد که با ضمه آمده است، آن بر ضمه مبنی می باشد. یعنی که همون چیزی که من الکی برای شما فهموندم در اینجا خیلی دراز کرده میگوید. من همین خیلی با زبانی توجیهی تیز برای شما فهموندم. یعنی که هدف همین جمله ها در همین جا همین است، این قسمتش هدفش همین است که مبنی بودن جمله یا مبنی بودن کلمه بر همین برقرار هست، بر همین وابسته است که از عرب ها از اول چگونه شنیده شده است. اگر بر این حالت شنیده شده باشد، بر همون حالت مبنی می باشد و بر دیگر حالت باشد، بر دیگر حالت مبنی شمار می شود. در اینجا یک تنبیه می ماند که این قسمتی که اونقدر ظاهر و روشن نبود لغیر اعتلال این را میفهماند. میگوید که بعضی کلمه ها هستند که آخر آنها در ظاهر در یک حالت استوار میمانند به مانند الفتح. لیس لانه مبنی، اما این سبب آن نیست که این مبنی هست. میگوید که اما این به آن معنا نیست که اون مبنی هست، و انما لان آخره حرف علت لا يتحمل الحركه. اما کلمه الفتح مثلا اگر من گویم که جاء الفتح، در حالت رفع هم فتا میموند، فتیو یا اینکه فتو نمیشود، فتاو نمیشود، یا فتایا نمیشود، فتایی نمیشود. جاء الفتا، رأیت الفتا، مررت بالفتا. یعنی در هر سه حالت های اعرابی یک خیل میموند. اما این از سبب اون نیست که کلمه الفتا مبنی هست، بلکه از سبب این است که کلمه الفتا آخرش یعنی یک کلمه هست که کلمه معتل هست، آخرش حرفی علت دارد و حرف عله حرفای الف و یا رو گفته می شود. برای این یک بخش مستقلانه می آید انشاءالله. این درس به درس بعدی و بعدی تعلق دارد. از این سبب انشاءالله انتظار شود که این 3-4 درس به انتها رسد، تمامش روشن‌تر می شود. اما به هر حال می گوید که این از سبب آن نیست که این مبنی هست، بلکه از این سبب هست که الفتح در آخرش حرف علت هست، با حرف علت تمام شده است و حینئذ یعرب بحرکات مقدره علی آخره. و از این سبب این با حرکت های مقدره، یعنی که با حرکت های تقدیری یا پنهانی که دیده نمی شود چی می شود؟ اعراب گذاشته می شود. در این حالت اعراب آن با حرکت های تقدیری یعنی پنهانی در آخر آن گذاشته می شود. و نفرق بینه و بین المبنی،
و ما چگونه میتوانیم که بین این کلمه و کلمه های مبنی فرق کنیم و جدا کنیم؟ میگوید که فرق بین آن و کلمه مبنی در این است بأن المبنی لا یثنى ولا یجمع، که کلمه های مبنی که استوار بر یک اعراب میمانند نه تثنیه میشوند و نه جمع. اما این گونه کلمه ها، اما هذا النوع فيثنى ويجمع فنقول الفتيان والفتية. اما این گونه کلمه هایی که کلمه هایی هستند که حرف عله دارن، یعنی که الف و یا در آخر دارن، این الفتا رو ببینید با کلمه با خواهد میتوانید که با الف به انتها میرسد، الف مقصوره، یا اینکه اگر خواهید این گونه فهمید که با یا به انتها میرسد، چون که یاش در تثنیه و در جمع یعنی ظاهر میگردد. خب پس این با حرف عله به انتها میرسد، آخران حرفش حرف عله هست و این کلمه مبنی نیست، از سببی که هم میتواند که تثنیه یعنی شکل تثنیه داشته باشد و هم میتواند که شکل جمع داشته باشد. پس در حالت تثنیه میگوییم الفتیانی و در حالت جمع میگوییم الفتیه. خب پس این فرق میکند. اما تا اینجا در این دو صحیفه اول همین قدر کفایه میکند که شما بفهمید که مبنی یعنی چی، بنا به همان حالت اشاره میکند و مبنی خودی کلمه رو گفته میشود. و بلد شاید که ما میگوییم مبنی علی السکون، مبنی علی الفتح و مبنی علی الکسر و مبنی علی الضم. همین قدر دانستن و این مثال رو فهمیدن کفایه میکند. اکنون نزدیکتر یعنی مؤلف نشان میدهد و اشاره میکند که مبنی کدام قسم ها رو گفته میشود. میگوید که یقع البناء فی الاسماء والافعال والحروف، بنا در اسم ها، فعل ها و حرف ها میشود. یعنی کلمه ها، بخش ها یا اینکه قسم های کلمه هایی که استوار بر یک اعراب، بر یک حالت اعرابی میمانند، هم در بخش اسم ها موجود هست، هم در بخش فعل ها و هم در بخش حرف ها. و انشالله در این درس بخش حرف ها و اسم ها رو میکنیم، از سببی که حرف ها خیلی خرد هست و اسم ها در همین دو صحیفه ذکر میشوند. خب اول میگوید که در بخش حرف ها کدام قسمی حرف ها مبنی هستند، یعنی استوار بر یک حالت اعرابی. میگوید الحروف كلها مبنیتون، همه حرف ها مبنی هستند. مبنی چی معنی دارد؟ استوار بر یک حالت اعرابی. فراموش نکنید. مثلا میگوید حرف های جر، حرف های عطف، حرف های نصب، حرف های جزم، حرف های ندا، حرف های ناسخه، حرف های مصدری. الحمدلله که تمام اینها رو شما گذشتید، من ضرور نیست که برای شما بفهمونم. یعنی که مثلا بگیریم فی، من حرف جر هست مبنی علی السکون. و مثلا دیگر حروف العطف واو، مثلا واو یا اینکه ثم یا اینکه فا مبنی علی الفتح، ثم مبني على الفتح میگویم. حروف النصب ان لن كي اذن، ان مبني على السكون، كي مبني على السكون. حروف الجزم ان لم لملي لا. خب این مثلا مبني على السكون، لام الامر مبني على الكسر. خب به هر حال خودی حرف ها رو نظر میکنیم و آخران حرف های همین حرف ها رو نظر میکنیم و میبینیم که کدام حرکت دارد. کدام حرکتی که داشته باشد همون حرکت رو به نظر میگیریم و نامی حالت اعرابی این رو یا مبنی این رو به همون حرکت یعنی نام میگذاریم. سکون باشد سکون میگوییم، فتح باشد فتح میگوییم و غیره. حروف الندا یا مثلا که میگوییم این مبنی علی السکون هست، از سببی که یا و الف دارد، الف مدی، و الف مدی البته که با سکون هست گرچه که سکونش نمایان نیست و غیره. خب پس امیدوارم که فهمیده باشید که تمامی حرف ها همه وقت مبنی هستند، یعنی که هیچ وقت آنها تغییر نمی کنند. فی هیچ وقت فوی نمی شود، فی نمی شود. واو هیچ وقت وی یا وو نمی شود. یا هیچ وقت یی یا یو نمی شود. این نه هیچ وقت یعنی این نو یا این نی نمی شود. خب امیدوارم که این روشن باشد. و اکنون در بخش اسم ها داخل می شویم و مؤلف میگوید که الاصل فی الاسماء الاعراب، اساساً حالت اساسی اسم های زبان عربی چیست؟ معرب بودن هست، یعنی که آنها تغییر میکنن. میگوید که اساساً و اصلاً تمام اسم های زبان عربی تغییر میکنند. در حالت رفع باشد اون یا او، یعنی که ضمه یا ضمتین میگیرد یا دیگر نشانه ها هم هست. در حالت نصب باشد تغییر میکند، فتحه یا فتحتان میگیرد. در حالت جر باشد کسره کسرتین میگیرد و غیره. یعنی عموما اسم های زبان عربی معرب هستند، تغییر کننده هستند، استوار نمیمانند، مبنی نیستند. اما بعض قسم هایش مبنی هست.
مثلا در اینجا درباره حرف ها چی گفت که تمام حرف ها مبنی هستند، اما درباره اسم ها نمیتواند بگوید که تمام اسم ها معرب هستند یا اینکه مبنی هستند، چون که عموما اسم ها معرب هستند یعنی تغییر میکنند، اما بعضی قسم های اسم ها تغییر نمیکنند. پس در اینجا 9 قسم اساسی را و مهم را پیش میکند. پس میگوید که والمبنی منها محصورة فی ابواب اهمها ما یلی، ولی اسم های مبنی محدود به قسم های زیرین می باشد. پس میگوید یکم ضمیرها، تمام ضمیرها جانشین ها مبنی حساب می شوند، تغییر نمی کنند. الضمائر كلها مبنیه، تمامی همه ضمیرها مبنی هستند، استوار بر یک اعراب، تغییر نمی کنند. و چی معنا دارد برای طالب علم وقتی که شما میشنوید که یک کلمه مبنی هست، شما خود را یعنی خلاص میکنید از فکر کردن در مورد اعرابش که من باید اعراب این را چگونه تغییر دهم وابسته به جایش در جمله. انسان خلاص می شود از فکر و سنجش کردن، چون که به یک حالت میماند. اما اگر کلمه معرب باشد باید که بعد یعنی وابسته به جایش در جمله، وابسته به قانونهای اعرابی و غیره، باید که حالت اعرابی آن را تغییر دهید. برای همین اگر اسم ها مبنی باشند این برای شما کار را آسان تر میکند. کلمه اگر مبنی باشد این آسان تر، یعنی معنا داره که این یک خوشخبری هست، یعنی که این کار شما را، وظیفه شما را در زبان عربی و فهمیش شما را آسان تر میکند. پس تمام جانشین ها، تمام ضمیر ها، چه متصله باشند چه منفصله، جدا یا اینکه پیوسته، این را گذاشته بودیم در عربی ابتدایی، تمام آنها مبنی هستند. در اینجا مثال ها رو میدهد، من در اینجا نوشتم، در وقت خود بخونید. انا، من، نحن، ما، یعنی که من آسانتر یعنی کده بگویم انا همه وقت انا میماند مبنی علی السکون، از سببی که در اینجا یعنی با الف به انتها میرسد یا گویم که الف مدی، پس اینو مبنی علی السکون گفته میشد. نحن مبنی علی الضم، انت مبنی علی الفتح، انتی مبنی علی الکسر و غیره. تمام اینها چی هستند؟ ضمائر هستند و این چنین ضمیرهایی که به فعل ها پیوسته می شوند، مثلا یا به اسم ها پیوسته می شوند. مثلا فهم تو، من فهمیدم، این فعل هست، پس تو در اینجا مبنی علی الضم هست. خب خودی همین فعل، البته این فعل گپش دیگر هست که به بخش افعال می آیم که این مبنی علی السکون هست، اما این خودی همین گویم که ضمیر در اینجا این مبنی علی الضم هست. قلمک، قلمی تو، این کاف که هست ضمیر متصل هست و این رو ما میگویم مبنی علی الفتح، استوار بر فتحه هست. قلمیه، مثلا لقلمیه یا الی باشد یا علی قلمیه باشد، یعنی در حالت جری اگر باشد، در اینجا ها رو میگویم مبنی علی الکسر و غیره. پس این شد بعضی مثال های ضمائر. خلاصه این نقطه یکم همین است که تمام جانشین ها چه متصله چه منفصله باشند آنها مبنی هستند. دویم قسمتش هست اسماء الاشاره، اسم های اشاره. برای اون که هر یک از این بخش جدای خود را دارند که برای شما نشان میدهد مؤلف که کدام اسم ها رو اسم های اشاره کردن گفته می شود. من برای در اینجا همه‌اش رو برای شما ذکر نمی کنم. در اینجا میگوید هذا، هذه، هؤلاء، تلك، معنای اینها رو من نوشتم در اینجا. اسم های اشاره این هم معنایش این هست برای قریب، برای جنسی زنانه و مردانه و زنانه. هؤلاء، تلك، تمام اینها مبنی هستند. تنها از گروهی و البته این تمامی اسم های اشاره نیست، زیادتر هست، برای قریب و برای بعید زیاد هست، اما از تمام این بخش اسم های اشاره تنها هذانی و هاتانی مثال های اسم های اشاره هستند که معرب هستند، یعنی که برای تثنیه هر اسم اشاره که برای تثنیه باشد، برای به دو چیز دلالت کند، آنها معرب هستند، یعنی که حالت اعرابی آنها وابسته به جمله تغییر میکند. یا هذانی میشود در حالت رفع، یا هذینی در حالت نصب و جر که من این رو در عربی ابتدایی هم فهمانده بودم. یا هاتانی در حالت رفع، یا هاتینی در حالت نصب و جر. تنها این دوتا و این چنین البته این هم هست ذانیک، ذینیک و تانیک، تینیک، اما مؤلف اینها رو ذکر نکرده است. تمام یعنی اسم های اشاره که به دو چیز دلالت کنند آنها چی هستند؟ اسم های اشاره حساب می شوند. اما بعداً هست اسم های موصوله. شما شاید در حالا یعنی کمی خواتیر شاید که من تمام این نقطه ها رو نمیدانم، اما حالا تنها باید همین قدر بدانید که
از یکمش تا نهمش اینها رو ما چی میگوییم؟ مبنی میگوییم. تنها همین قدر باید بدانید که ضمائر مبنی هست، اسم های اشاره مبنی هست. تمام، یعنی که با خود این بخش ما داخل میشویم. و بعدا هستن الاسماء الموصوله، این کلمه ها استفاده می شود. الذی، التی، الذین، اللاتی، اللایی، تمام اینها رو اسم های موصوله گفته می شود و یعنی برای پیوسته. موصوله یعنی برای پیوستن. مثلا می توانید گویید که کتابی کی مفید هست. الکتاب الذی، خب الکتاب الذی، یا اینکه الرجل الذی، یا اینکه المرأة التي. خب برای پیوسته کردن و برای گپ رو ادامه دادن با استفاده از کلمه کی. پس این کلمه ها هم، این اسم ها هم کدام اسم ها هست؟ اسم هایی که مبنی هستند. هیچ وقت الذی با الذی یا اینکه الذو یا اینکه دیگر اعراب تغییر نمی کند. همه وقت به همین الذی میماند، یعنی که اعرابش چی هست یا حرکتش چی هست؟ الذی آخرش مبنی هست بر سکون. الذی، التی، الذین. خب من، ما، همه وقت بر همین حالت استوار میمانند. و بعدا ما داریم اسم های استفهام. اینها رو شما بلد هستید، یعنی که کلمه هایی که برای سوال کردن استفاده می شود. اینها از هل و ا فرق میکنن. هل و ا حرف هستند، اما اینها رو اسم های استفهام گفته می شود. خب من، ما، این، متى، کیف، کم، تمام اینها هم مبنی هستند، استوار بر یک حالت اعرابی هستند. تنها در اینجا میگوید که یستثنى ایو فانها معربه. از جمعی همین اسم های استفهام ای جدا می شود، یعنی که ای استثنا می شود، زیرا که این تغییر می کند. این تغییر کننده است. بعضی وقت ایو، بعضی وقت ایه و بعضی وقت ایی می آید. بعدا داریم اسم های شرط. مثلا من، ما، شرط یعنی به تاجیکی هم میگویم شرط، برای شرط ماندن. برای همین من در اینجا ترجمه کردم هر کس، هر کسی که آمد این یک شرط شد و بعدا جوابی شرط می آید. ما، متى، هر وقتی که، این، هر کجایی که. خب این گونه هست. و در اینجا هم من تمام این اسم ها مبنی هستند، تغییر نمی کنند. تنها کلمه ای از بین همین اسم های شرط که به مانند حرف استفهام هست، به معنای شرط هم اومدنش ممکن هست، این معرب هست. یعنی معربه هست. معرب هست یعنی که تغییر میکند وابسته به جایش در جمله. و بعدا داریم اسم های افعال، یعنی که اسم هایی که معنای فعل دارن اما خودشون اسم هستن. این یک کمی مشکل تر هست، بخش خودش رو دارد. شتانا، هیهات، اف، وی، صح، ای. مثلا کلمه اف رو بگیرید. وقتی که اف میگوید یک کسی، این یک چیست، این یک گویم که یک صدا هست، یک گویم که فعل هست. خب یک حرکت هست و همین خود افین رو اسم الفعل گفته می شود. این رو اسم الصوت هم گفته می شود، اما در اینجا مؤلف این رو همچون اسم الفعل آورده است، یعنی که نام یک فعل. صح رو اگر بیاد داشته باشید، صح یعنی خاموش باش. این تمام اینها یعنی چیست؟ تمام اینها مبنی هستند، هیچ وقت اینها دیگر نمی شوند. افین میماند، افون نمی شود. خب این گونه اینچنین ما داریم الاعداد المرکبه، رقم هایی که مرکب هستند، دو قسمت دارند که این از 11 سر می شود تا رقمی 19 و اون چیزی که در بین آنها هست. میگوید که از 11 تا 19 تبنى على فتح الجزئین، همه وقت استوار میماند، مبنی میماند بر هر جزءش، هر دو قسمتش مبنی بر فتح میماند. هر دوی قسمش آخرش باید فتحه داشته باشد. برای همین است که ما میگویم 11، 19، 13، 14، یا اگر برای جنسی زن باشد، بخشش یا اینکه مقابل باشد، ما میتوانیم که 13، 14. تنها در اینجا یک رقم هست از رقم های مرکب که استثناء میشد و این رقم 12 هست. در اینجا میگوید و یستثنى 12 و 12 یا 10 فإن صدرهما يعرب إعراب المثنى وكلمة 10 أو 10 تبنى على الفتح. میگوید که رقم 12 که هست این استثناء می شود، یعنی که این معرب هست. قسمت یکمش
معرب هست، تغییر کننده هست. میگوید که قسم اولی آنها همین 12 یا 12 همچون مثنا اعراب میشوند. یعنی که چطوری که در مثنا میگویم 12 و 2، همین گونه رقم 12 هم چی میکند؟ اعرابش تغییر میکند. در حالت رفع باشد 12، در حالت نصب و جر 2 میشود. اما میگوید که قسمت دویمش که 10، کلمه 10 هست، 10 یا اینکه 10 همه وقت آخرش بر فتح برقرار میماند. و بعدا هست بعض الظروف، یعنی که ظرف ها، وقتی که ما در موردی وقت یا اینکه جای، مکان یا وقتی که گپ میزنیم، اینها رو کلمه های یا اسم های ظرف گفته می شود. مثلا در اینجا داریم حیثو، هر جا، امسی، دیروز، قط، هرگز، الان، حالا. برای زمان و برای یعنی ظرف مکان هم هست، ظرف زمان هم هست. در اینجا مؤلف مثال های ظرف های زمانه رو داده است، یعنی که کلمه هایی که به زمانه اشاره میکند. این کلمه ها هم همه وقت مبنی میمانند. و آخران یک قسمی جالب هست که این قسم به نام هایی که با کلمه ویه به انتها میرسد به اینها اشاره میکند. در اینجا میگوید که الاعلام المختومه بلفظ ویه، نام هایی که با این 3 حرف یا با این کلمه به انتها میرسند. ویه، نام هایی که با کلمه ویه به انتها رسند، آنها هم همه وقت مبنی میمانند. سیبویه که این نام های فارسی می باشد. اصلا در کتاب های لغت و در کتاب های حتی حدیث یعنی من که میخونم مؤلف ها گپ میزنن که این اسمی چی است، اسم ها یا نام های فارسی می باشند، یعنی معنایش چی باشد، یعنی مکالمه میکنن، گپ میزنن و یعنی چی هست، بحث و مباحثه هست در مورد همین نام ها که چی معنا دارد وی، چون که این کلمه های فارسی قدیمه می باشد. سیبوی چی معنا دارد؟ بعضی ها میگویند که مثلا سیبوی یعنی از 2 کلمه عباره هست، سیب و وی، یعنی که او، سیب او، بعضی ها میگویند و بعضی ها دیگر گونه یعنی میفهمونند. اما این همین خود در یک نقطه دیگر بود. مقصد همین هست که هر نامی که با کلمه وی به انتها رسد مبنی حسابیده میشود، مبنی علی الکسر. مثلا اگر من گویم که سیبوی آمد، من سیبوی رو دیدم و من گذشتم از پیش سیبوی، در 3 حالتهای اعرابی من چی میگویم؟ جاء سیبویه، رأیت سیبویه، مررت بی سیبویه. تغییر نکرد. خب امیدوارم که تمام این قسم های مبنی رو فهمیده باشید. درس ما در همین جا به پایان میرسد. 1 دقیقه من برای شما خلاصه میکنم که این درس ما قسمی یکمی مبنی ها بود. کلمه های مبنی یعنی کلمه هایی که بر یک حالت استوار و برقرار میمانند. و در این قسمت یکم اولا مؤلف برای ما تعریف کرد، تعریف مبنی چیست و بنا چیست. یک مثال هؤلاء رو پیش کرد، لقب های بنا رو برای ما فهماند. و بعدا در این 2 قسمت یک تنبیه رو برای ما پیش کرد که کلمه های معتل از کلمه های مبنی فرق میکنند، چون که کلمه های معتل کلمه هایی که با الف و یا به انتها میرسند آنها اصلا معرب هستند، تغییر کننده هستند، اما معلوم نمیشود تغییرات آنها. فرق بین کلمه های معتل و کلمه های مبنی رو فهماند. در اینجا درباره شنیدن از عرب ها گفت. و در آخر این قسمتی از همه مهم هست که میخواهم که در وقت تکرارتون این رو خوب از خود کنید. تنها برای من همین قدر حفظ کنید، در فکر خود جای کنید که کدام کلمه ها در زبان عربی استوار و برقرار میمانند بر یک حالت اعرابی. از جمله حرف ها تمام حرف ها مبنی حساب میشوند. از جمله اسم ها 9 بخش اسم ها مبنی حساب میشوند. اگر این بخش ها رو درست نفهمیدید حالا باقی ندارد. من میخواستم که یک توضیحات آماده کنم برای همین 9 بخش ها که از پیش نشان دهم چگونه که در حرف ها کرده بودم، اما فکر کردم که این بحث را از هدف اساسی دور میکشد. برای همین حالا من میخواهم که شما کمی به صبر کردن عادت کنید که ضمیرها، اسمهای اشاره، اسمهای موصول، اسمهای استفهام، اسمهای شرط، اسمهای فعل، رقمهایی که مرکب از 2 جزء می باشند، از رقم 11 تا 19 به غیر از 12، و این چنین بعضی ظرفها، کلمه هایی که به زمانه اشاره میکنند و نام هایی که با ویهی به انتها میرسند. این 9 بخشی
اسمهای مبنی گفته می شوند. به این 9 بخش انشالله باز داخل می شویم، اما حالا شما همین قدر رو باید حفظ کنین. انشالله در درس هفته آینده ما قسم های مبنی رو از فعل ها هم نظر میکنیم و بعدا به تمرین میگذاریم. در همین جا بس میکنیم انشالله. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.